فکر کن یک پسر 20 ساله باشی که میخوای بزرگترین امپراتوری های دنیا رو شکست بدی. امروز میخوایم زندگی یکی از بزرگترین فاتحان تاریخ یعنی اسکندر مقدونی رو با هم بررسی کنیم. کسی که از یونان تا هند رو زیر سلطه خودش در آورد. اما چی باعث شد که اسکندر حتی امپراتوری هخامنشی رو هم شکست بده؟ سلام، به کانال تنین تاریخ خوش آمدید. اسکندر در سال 356 قبل از میلاد به دنیا اومد. پدرش فیلیپ دوم مقدونی بود که مقدونیه رو به یکی از قدرتمندترین کشورهای اون زمان تبدیل کرد. اما مادرش المپیا اسکندر رو از همون اول با افسانه ها و اسطوره های یونانی پرورش داد. او همیشه به اسکندر میگفت که از نسل زئوس و آخیل هست و برای کارهای بزرگی به دنیا آمده. همین تأثیرات بود که اسکندر رو به یکی از جاه طلبترین فرماندهان تاریخ تبدیل کرد. نکته مهمی که اسکندر رو از بقیه فرماندهان متفاوت میکرد این بود که توسط بزرگترین فیلسوف تاریخ یعنی ارسطو آموزش دید. ارسطو به اسکندر درس‌های از فلسفه، علم و استراتژی‌های جنگی یاد داد. این آموزش‌ها نه تنها به اسکندر در میدان نبرد کمک کرد بلکه او رو به یکی از فرهنگی ترین فاتحان تاریخ تبدیل کرد. اسکندر به جای نابود کردن تمدن‌ها اونا رو به هم پیوند میداد و فرهنگ‌ها رو ادغام میکرد. اولین چالش بزرگ اسکندر بعد از به دست گرفتن تاج و تخت جنگ با امپراتوری قدرتمند هخامنشی بود. در سال 334 قبل از میلاد او با عبور از رود گرانیک با ارتش ایران روبرو شد. ایرانی ها اسکندر رو دست کم گرفته بودند ولی او با استفاده از تاکتیک‌های جنگی هوشمندانه تونست ارتش هخامنشی رو شکست بده و راه رو برای فتوحات بیشتر باز کنه. بعد از پیروزی در نبرد گرانیک اسکندر راهی نبرد بزرگ ایسوس شد. این نبرد در سال 333 قبل از میلاد اتفاق افتاد و برای اولین بار اسکندر با داریوش سوم شاه ایران روبرو شد. داریوش سوم با یه ارتش عظیم به میدان اومده بود اما اسکندر با هوشمندی تمام تونست ارتش ایران رو شکست بده و داریوش فرار کرد و خانواده‌اش اسیر شدند، ولی اسکندر با احترام با اونها رفتار کرد. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشت اومد این ویدیو رو لایک کن. بعد از شکست داریوش سوم اسکندر مقدونی بدون هیچ مقاومتی وارد مصر شد. مصری‌ها که از تسلط هخامنشیان خسته شده بودند اسکندر رو به عنوان فرعون جدید مصر پذیرفتند. یکی از بزرگترین دستاوردهای اسکندر در مصر تأسیس شهر اسکندریه بود که بعدها به یکی از مراکز علمی و فرهنگی جهان تبدیل شد. این شهر هنوز هم یکی از نمادهای فرهنگی دوره اسکندر محسوب میشه. نبرد گوگمل نقطه اوج فتوحات اسکندر بود. در سال 331 قبل از میلاد داریوش سوم هخامنشی آخرین تلاش خودش رو برای دفاع از امپراتوری هخامنشی انجام داد. اما با همه این تلاش‌ها اسکندر موفق شد ارتش ایران رو باز هم شکست بده و امپراتوری هخامنشی رو برای همیشه از بین ببره. بعد از این نبرد اسکندر به عنوان شاه شاهان شناخته شد و به بزرگترین فاتح تاریخ تبدیل شد. در مورد تاریخ فتوحات اسکندر چقدر میدونستی؟ توی کامنت برام بنویس. اسکندر که هنوز از فتوحاتش سیر نشده بود به سمت شرق یعنی به سمت هندوستان لشکرکشی کرد. توی هند او با چالش جدیدی روبرو شد، فیل‌های جنگی. این موجودات عظیم و جثه به سلاح‌های جدیدی برای اسکندر تبدیل شدند، اما او با تاکتیک‌های منحصر به فردش موفق شد ارتش هند رو هم شکست بده و پیروزی‌های جدیدی کسب کنه. اسکندر مقدونی در سن 32 سالگی به شکل ناگهانی توی شهر بابل درگذشت، اما میراثش همچنان در فرهنگ، هنر و حتی سیاست بسیاری از مناطق باقی موند. اسکندر نه تنها فاتح سرزمین‌ها بود بلکه با ادغام فرهنگ‌ها نقش مهمی در گسترش و تأسیس تمدن‌های جدید داشت. اگه این داستان براتون جذاب بود حتما ویدیو رو لایک کنید و به کانال تنین تاریخ بپیوندید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.